در بیان فرشته‌ای که پیش از منکر و نکیر وارد گور می شود. از عبدالله ابن سلام رضی الله عنه روایت است که او گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باب فرشته‌ای که قبل از منکر و نکیر در گور داخل شوند سؤال نمودم و آن حضرت به من چنین گفت: ای ابن سلام، روی آن فرشته مثل آفتاب می درخشد و او را رمان نام است. میت را پیش روی خود شینانده و او گوید: آنچه از نیکی و بدی صادر کرده ای بنویس. بنده گوید: و چی چیز نویسم؟ قلم و دوات من کجاست؟ فرشته گوید: قلمت انگشت تو، دواتت دهان تو و رنگت آب دهان توست. آن میت گوید: و چی چیز نویسم حالان که پیش من کاغذ نیست؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخن خود را دوام داده گفت: آن فرشته پاره از کفن وی جدا نموده به او دهد و گوید که این کاغذ توست و بنویس آنچه در دنیا از کار نیک و بد به عمل آوردی. بنده آنچه در دنیا از کار خیر انجام داده است ثبت کند و چون به اعمال بدی خود رسد از حضور فرشته شرم کند. آن فرشته به او گوید: ای عاصی، ای خطاکار، چنان بدی را بجا می آوردی از آفریدگار خود شرم نکردی که حال حاضر از حضور من حیا می کنی. پس فرشته گرز را بردارد تا بر سر آن بنده بزند. بنده گوید: گرز را از من دور کن تا گناهان خود را کتابت کنم. چون تمام نیکی ها و بدی های خود را آن بنده نوشته تمام کند، آن فرشته به وی امر کند که آن صحیفه را بپیچاند و آن را مهر کند. بنده گوید: و چی مهر کنم که پیش من مهر نیست؟ فرشته به وی گوید که با ناخن خود مهر کن. چون بنده چنین کند، فرشته آن صحیفه را بر گردن وی بیاویزد و تا روز قایم شدن قیامت بماند. چنانکه الله تعالی فرمود: هر یک انسان را لازم کرده اعمال نامه وی را بر گردن وی. بعد از این منکر و نکیر نزد وی درآیند. چون بنده روز قیامت اعمال نامه خود را ببیند و الله تعالی خواندن وی را به او امر کند نیکی ها را بخواند، ولی چون به بدی ها برسد خاموش ماند. خداوند سوالش کند که چرا نمیخوانی؟ بنده گوید: ای رب من، از تو حیا میکنم. او تعالی گوید: چرا در دنیا حیا نکردی؟ حالا چی حیا میکنی؟ بنده پشیمان شود، ولی این پشیمانی به او سود نکند. پس الله تعالی بر فرشتگان امر کند که بردارید او را و طوق بر گردنش نهاده و به دوزخش برید. باز خدا داناتر است. برادران و خواهران گرامی، تشکر زیاد به دقتتان. از شما خواهش میکنم که به نوار ما لایک گذاشته به کانالمان ابونه شوید. خدا همه ما را در پناهش نگاه دارد.